امروز بعد مدت‌ها توی این هوای خنک زمستونی با دوچرخه زدم بیرون. خب هوای تازه لذت ببرم. جای همه دوستا خالیه. بعد 15-20 کیلومتری که با دوچرخه اومدم رسیدم به این جای گریل پلاتس میگن به اصطلاح، حالا مکانی که ما کباب اینجا چیزا می‌کنیم. یه دونه آلاچیق، یه آلاچیق بزرگ اونتره، بعد یه همون دستشویی، یه مکان بازی برای بچه‌ها. اینجا جای منقله که بتونیم کباب بزنیم. احتمال زیاد حالا داخل اینم چوبه و کبریت و حالا مواد آتش‌زا و کم قهوه اونم داره آماده میشه. قهوه ترکی